به نام خداوندی بخشنده مهربان. ما بزرگیم و قوی، چون که هست مولامون بزرگ. چون ستاره می درخشیم و تجلامان بزرگ. ای خدا بر کودکان فلسطین خود یاری نما. دست ما کوچک بود اما دعاهامان بزرگ. السلام علیکم همراهان خوبی رادیو مهر. مدینه هستم و با برنامه مهمانی خدا جان لحظات را با شما خواهم بود. بچه های عزیز، در جهان اسلام آخرین جمعه ماه شریف رمضان روز است که در آن همه مسلمان ها یک صدا علیه اسرائیل و رژیم صهیونیسم شعار مرگ بر اسرائیل را فریاد میزنند. الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف الموت لإسرائيل اكتب بالدم النازف الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف الموت لإسرائيل. آخرین جمعه رمضان امسال است. با همین مناسبت دوست عزیزم شکرانه جان همراه ما هستند تا نامه را که خطاب به کودکان فلسطینی نوشتند بخوانند. سلامم به تو دوستی خوبم. من هم مثل تو کودکم. میدانم حالا تو چی چیز دوست داری. دوست داری مثل من و دیگر بچه های تاجیکستان و جهان بازیچه داشته باشی، بازی کنی و شاد باشی. اما اسرائیل غاصب این شادی رو از تو و دیگر بچه های فلسطینی گرفته است. میدانم دوست می‌داری به کلاس درس و مکتب بروی، ولی نمی شود. دوست خوبم بدان یک روز میرسد که تو به آنچه دوست می‌داری میرسی و آن روز روزی پیروزی فلسطین و روزی نابودی اسرائیل خواهد بود که بسیار نزدیک است. من همیشه برای نجات و آزادی تو از ظلم اسرائیل دعا میکنم، فقط به خاطر تو. بسیار سپاسگزارم از شما دوستی نازنینم. شکرانه جان، احسن به شما. من و همه دوستانم در رادیو مهر برای همه بچه های دنیا و خصوصا کودکان مظلوم فلسطین آرزوی سلامتی و خوشبختی داریم و از صمیم قلب نابودی اسرائیل را از خدای مهربان طلب میکنیم. بچه های خوب و عزیز، همراهان صمیمی برنامه مهمانی خدا جان، روزی جهانی قدس است. باشد روزی که ما و شما شاهد آزادی فلسطین شویم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار.